یکیش مزنی و سک زبردستی هنرمندان و موسیقیدانان که استاد دونلی و موسیقی در دهمیر ما دواری واجهی هستن که گوی واجه گپ و ترانی بکنه. خب این واجهی که شما گنده کنار من نشته واجه استاد خدابخش ناروی موسیقیدان و دونلی نواز، یک از اساتید بومپور زمینی که دواری در دهمیر. واجه استاد سلام علیک. یک سلام علیک هر بینندگان و انجام بده و ماشما انشالله هم گپ و ترانی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز شما. ما رو بگوش که شما دونلی از چه زمانی یاد گرفت تو کی شما رو یاد دا؟ بله عرض کنه خدمت شما، من استاد مخصوص جناب آقای جلالزایی نداشتم. من شروع از زمان زهگی چون علاقمند بودم به موسیقی و شروع در سال 1349 من زاهدان رفتم دیستم یه واجهکاری همون نشته ببین نلان بهای کم. بعد من پرسید واجه آقا شان چیه؟ آقا واجهکار منی جواب دیم ده که آقا شان دونلی هم. من که آقا بیشوای کم کشان بجنی ما بچاره دیگه ای بنده خدا زورتی یک ذره که جتی شان تهمینی دلا شیرین بودم، باز شیرین بودم. این واقعیتی یعنی ته دل من عاشق موسیقی بودم و هنگه هستم. کمتر از 20 روز خدا شما شاهده من نفس کشتن یاد گرفتم در سال 1349. باز باشه استاد تعریف کو که دیگه به چه صورت زاهدان رفت تو از همه دوران دیگه در واقع نوجوانی شما یاد گرفت. استاد ما رو بگوش که اول من این دو تا نلان شما رو پیش بدارم که شما همین نلان واجه همین دونلی هن که دیگه واجه استاد ناروی داریشان استفاده که شان کجا تهیه کرتن واجه شانه؟ جنسش که فکر کنم دیگه پاکستان دیگه گیر نیشه شانه؟ واجه این دونلی ساخته کشور پاکستانه. باکم ایرانی هم ماشمه زانه بلوچ زانه جاهای دیگر زانه که مثلا در ایران این دونلی ساخته نبی شان دوستی امار پاکستان یا حتی شان برای من یارتگم و 3-4 جوب تیارت پا جنسش دیگه اصلی دیگه استاد؟ بله شان بله جنسش کلیر شکشم. همین کلیر که دام ته محلان ماشمام ها؟ بله همین کلیر که ما شما دارین در محل ما شما آوان آب دیان توش کنن. بعد شام ریشه جنه مثل همین نه که ما شما در مزرعه آن داره همچون مثل من نه رو بالام بعد تراشن تو استادان عرض کنی یه سوراخش در یاره اگر شما مشاهده بکنید اصلا چندی سوراخ برایشانی درست کرده یه استاد. ولی جنس اصلی جناب استاد در منطقه مردم وقت برو بهتری تون بگی. قیمتش چه کنه استاد شان الان به حال حاضر تقریبا 1,500,000 در همه پاکستان دیگه اینا که گیر نه همه ایران که منش داده 1,500,000 ایشان من شما بنده خدا پا بها گرفته. من در مورد دونلی یک چیزی بگوشم که به هر حال یکی از سازهایی این که در بلوچستان باز طرفداری هم هست و مورد قبول و احترام تو پدا هنرمندان بازین هست مثل استاد اسفندار خود استاد ناروی و ایتو که من هم اطلاعاتی که من هم کسب کرده ظاهرا در مناطق مثل کسیرکند و نیکشهر و گهگدار چابهار هم و حتی سرحد زمین هم این دونلی استفاده بیدگه چون استاد شما اشکوته چیه؟ بله واجه دونلی البته اول نبوده جناب استاد جلالزایی. اولین دونلی که دام بوده جناب استاد اسفندار بوده. بعد از اسفندار من بوده گم. بعد از من بعد در کسیرکند یه واجه کاری هستد خدای رحمت کن آی وفات کو. الان ممکنه تمام جا بی ولی جنگش شرطه. استاد ما را یک ساز میهمان نکنه پا ما یک چند لحظه اگه بجن امکانی هست؟ بله استاد حتما انشالله این کار انجام ده برای شما.
باز باش استاد، منتوار، دست گل درد نکن. استاد یک سوالی هم ها، تو من بگوش که چوکان تو کسی این هنر به ارث برده یا نه؟ من وقت گرامی شمار چوب بگیرم که من 8 چوکان ها، این 8 چوکان فقط دوش جنینه ولی 6 مردین کلا در رشته فوتبال هن، چون هم کلاس شما بوده یک زمانی که خاطر بگی. بله و متاسفانه خواهش هم کرده که شما ما گو درس ها سرکار داره، عاشق درس تا هنگت هم که با اینکه ازدواجش کرده هنگت هم دومال الحمدلله درس هم. خب شی باز مزنین جهد و کوششی که چوکان کرده. البته استاد فوتبال هم بد نه ها، خوبه به شرطی که البته پرسپولیسی ببن و پدا هم دیگه شی که درسش هم وانته باز بهتر و کارش که البته یک سمت و سوی هنر هم بیعتی نه، ولی خب علم بهتره دیگه در مجموع و ضررش نکرده و شما هم ضرر نکرده، خداش حفظ بکن که استاد داری انجام بدن. گوشی که اگر این فضا فراهم ببید و مسئولین همکاری بکنن تو هنرمندان هم بلوتن، انشالله استاد این هنر و به صورت رایگان انشالله به دیگران هم منتقل بکنن که شی هم یک مزنین جهد و تلاش و کوششی. منتوار شما که گمای گزارشی تا رو همراه بودید، مدام سلامت باتید، الله میارد. خدا حافظ.